بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. یک چند وقت پیش ما یه نواری گذاشتیم درباره مسجد بخارا که وای رو قتیبه بن مسلم ساخته است و گفتیم که اونجا اسماعیل سامانی رحمت الله علیه نماز گذاشته است. و این انسان برای من نوشته یک اشکال آورد، گفت که چه خیلی، گفت اسماعیل سامانی یک پادشاه بود، اسماعیل سامانی یک رهبر بود، چه خیلی به مسجد میرفت است، نماز میخوند است. اینا در حقیقت ما حیران شدم که چه خیلی، یعنی چی تضاد و چی ضدیت بین مسجد رفتن و بین پادشاهی است یا ملک بودن است. بعد تصمیم گرفتم که برای این شخص اثبات کنم که اسماعیل سامانی، امیر اسماعیل سامانی رحمت الله علیه، نه تنها نمازخوان بود، نه تنها خطبه میگفت، بلکه یه انسان بود که حدیث پیامبر روایت کرده است. یعنی نه تنها اسماعیل سامانی، بلکه حاضر من از کتاب القند فی ذکر علماء سمرقند برای شما ترجمه یک شخص رو میارم. این کتاب اصلا درباره ترجمه حال شخصیت هایی که از سمرقند برآمدن، علما یعنی فقها و محدثین، قاری ها و مفسرا، یا اینکه شخصیت هایی که سمرقند رفته تعلیم گرفته همونجا موندند، اهل سمرقند شدن، درباره اونها بحث میکنند. ترجمه که میخوایم ذکر کنیم ترجمه ابوالفضل عباس ابن محمود ابن عبدالرحمن است. گوش کنید، خوب دقت کنید. میگه که این شخص در زمان سامانی ها والی سمرقند بود و در بعض روایات میگه که سرداری شعبه کارهای داخلی بود، یعنی که نچندین ملیسه بود به اصطلاح حاضر. خب در ترجمه حال همین شخص میارد یک روایت عجیب میکند شیخ نصفی صاحب کتاب القم. میگه که به ما امام ابو محمد عبدالله بن احمد نوفله خبر داد که با اون کس بابایشان ابو بکر نجار خبر داده است که، من سند ترجمه کردم به تاجیکی، با اون کس ابو محمد عبدالله ابن علی باهیلی، این شخص باهیلی یعنی قتیبه بن مسلم باهیلی از قبیله همون است، یعنی بعد از اونها در اونجا در سمرقند دیگر مسکن گرفته بودند باهیلی ها. با اون کس ابو الحسین احمد بن محمد فضلبیه دهگان، یعنی معلوم است که از اونش دهگان که هست از دهقانا، از شخصیت‌های اشراف سمرقند بود. میگه که با ما خبر داد عباس بن محمود بن عبدالرحمن، همین صاحب ترجمه. تا اینجا سند از صاحب کتاب تا صاحب ترجمه رو بود. ابوالفضل الامیر، یعنی که این آدم امیری سمرقند بود و چی گفتیم هم وظیفه شرطگی یا اینکه وظیفه ملیسگی رو، یا اینکه نچندین که ملیسه همون منطقه سمرقند. میگه که اخبرنا ابی، این مردک میگه که یعنی که عباس میگه که پدرم، یعنی که پدرش که محمود خبر داد که کنا یوما عند الامیر نصر ابن احمد، روز در نزد امیر نصر ابن احمد ابن اسد ابن سامان بوده. یعنی که نصر برادری که از اسماعیل سامانی هست، همون شخصی که پیش از اسماعیل شاهی سمرقند بود. میگن که در نزد نصر بوده، میگه والی ما وراء النهر، یعنی که والی ما وراء النهر، والمجلس غاص بالعلماء، در مجلس پر خیلی علمای زیاد و مشایخ بلد جمع شده بودن. میگه فدخل ابو الحسین عبید الله ابن المرزبان مع سک وقف، یعنی عبید الله ابو الحسین عبید الله ابن مرزبان میگه همراهش یک ورق در آورد، سک وقف بود، یک حجت بود که اثبات میکرد که همین چیز از زمین وقفی است. با میگه که سک تصدق به الامیر بضیاع له، یعنی که امیر بوای همین چیز صدقه کرده بود، میگه على سبیل الخیر و انواع البر، با یعنی که برای کارهای خیر و نیکی. فاقر الامیر، امیر میگه اقرار شد در قدم سک اقرار کرد، همون حجت درست است گفت، و اشهدهم علی ذلك، دیگران رو گواه گرفت به این چیز. ثم قال الامیر، یعنی که امیر کی است اینجا؟ نصر ابن احمد برادر اسماعیل سامانی. میگه که امیر گفت که حدثنی ابی احمد، پدرم احمد، یعنی که پسر اسد پسر سامانی گفت حدثنا اسماعیل بن جعفر المدینی بمدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی که اینجا اسد ابن احمد ابن اسد ابن سامان از شخص به نام اسماعیل بن جعفر مدینی روایت میکند که به سند خودش میبرد تا ابو هریره. بعد از اون میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، اگر انسان که وفات کرد همه عملش کنده میشد به جز سه عملش. گفت علم ينتفع به، علمی که از من فایده میگیرد، و او صدقه
جاریه یا صدقه جاریه که بعد از نام خودش مثلا چاه کوفتگی است، راه ساختگی است، کوپرو کردگی است، اولاد صالح یدعو له یا فرزند یکی برای دعا میکنند که این حدیث امام مسلم روایت کردن. اما امام مسلم به دیگر سند روایت کردن، لیکن تو همین اسماعیل ابن جعفر مدینی سند یک خیل است. از اسماعیل ابن جعفر مدینی پایینش بعد فرق میکنند، یعنی که در مسلم. اما یعنی که اینجا خود وجودی نصر، هم وجودی احمد، هم نصر ابن احمد یعنی که شاه اولی سامانی ها و هم پدرش احمد ابن اسد دلالت بر آن میکنه که این مردمی بودن که چی اهل علم، اهل معرفت. نه تنها اونها، تا حتی وزیرهای داخلی که در اونجا ایفای وظیفه میگیرن، تا نچلنیکا یا که سردارای شعبه های کارهای داخلی هاشون هم تا حدیث روایت میکنن، چون که در این ترجمه رقمی 1035 در کتاب القند فی ذکر علماء سمرقند. یعنی دیدیم که اینها نه تنها نماز خوان بودند، نه تنها مسجد ساز بودند و مسجد آباد میکردند، بلکه در نشر علم حدیث نیز سهم بسیار داشتند که البته خودشان نیز راوی حدیث هستند. و انشاءالله یک حلقه کوتاهی دیگه درباره راوی حدیث بودن خود امیر اسماعیل سامانی، یک حلقه کوتاهی دیگر و به همین طرز حدیثی که آوردن برای شما روایت خواهیم کرد. اینا برای من هیچ تضاد نیست که یک انسان هم پادشاه باشد، هم نمازخوان باشد، هم محدث باشد. تا اینا وزیراش هم دیدیم، یعنی که امیرای منطقه به اصطلاح رئیسای ولایت اون زمان اگه ببینیم اگر همه اونها تا نه تنها صاحب علم بودن، بلکه انسانی بودن که حدیث هم روایت میکردن، فقیه هم بودن و در خدمت هم اسلام و هم در خدمت ملت خود بودن. یعنی این شخصی که این کتاب نوشته است، ما فکر نکنیم که شاید که تملق کاری کرده باشه. این شخص بعد از سقوط دولت سامانی ها تقریبا به 200 سال کتاب تالیف شده است. تقریبا وفات مؤلف سال 537 است، 537 هجری. سامانی ها 300 چند هجری سقوط کرده، تقریبا بینشون 100 چند سال تا 200 سال فرق است. لیکن اینجا نه همه امیرها آورده شدن، نه همه شاههایی که حکمرانی کردن آورده شدن، تنها همون شاههای امیرهای نامشون آمده است که یا منصبدارای نامشون آمده است که حدیث روایت کردن که در فقه سهم داشتند یا یگان روایت داشتند. که البته این برای ما تاجیک‌ها فخر است که اولین شخصی که دولت تاجیک متمرکزانه شده ساخت، تاجیک‌ها را سرجم کرد، راوی حدیث است. هم این یک منت اسلام بالای ملت تاجیک است که با شرف اسلام تاجیک دولت داشت. تا اسلام مردم تاجیک یگان دولت نداشتن، دولت‌های پراکنده بود که انشاءالله این باز در جای خودش بیان خواهیم کرد. تا دیدار آینده و السلام علیکم و رحمت الله.